در تالار ورزشی چمپیون نوحه جبار رسولوف مسابقه کشتی ولایتی اوید با کیک بوکسینگ واکو برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی بیش از 60 نفر ورزشکار از شهر نوحه‌های جبار رسولوف، استرافشان، اسفره و باباجان غفوروف اشتراک نموده بین هموزن‌های خود زورآزمایی کردند. بنابر اطلاع مربی کیک بوکسینگ رفعت الله غلاموف، این نمود ورزش در شهر نوحه‌های جبار رسولوف، استرافشان، اسفره و باباجان غفوروف خیلی رشد و رواج یافته. در این شهر نوحه‌ها دوستداران این نمود ورزش سال سال زیاد می‌گردد. حاضر من ولایت همین کیک بوکسینگ واکو در ولایت سوخت فعال می‌برد. ولایت سوخت به 11 تا مربی ما کار می‌کنند. مثلا من اسفره، باباجان غفوروف، شریف خوجان، استرافشان، سپیتامین، جبار رسولوف نوحه 8 به فعالیت می‌برد. قریب همین کیک بوکسینگ واکو به قریب 400 نفر ورزشکارا هر روز مشق می‌کنند. مورد به ذکر است که ورزش عامل سلامتی و معرفگری ملت صاحب تمدن در اقصای عالم است. ساحه ورزش یکی از سمت‌های اساسی پیشگرفته حکومت مملکت بوده بهر سالمگردانی اهالی جامعه روانه گردیده است. ورزشکاران با اراده و متانت خویش امروزها تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی معرفی ساخته پرچم ملت را پرافشان نموده ایستادند. محض در پیشرفت ساحه ورزش سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ناگزیر است. برای ورزشکاران سال از سال شرایط خوب بهر باز هم جانب گردیدن کار و فعالیت در سمت ورزش از طرف رهبریت عالی مملکت و حکومت و دولت مهیا گردیده است. امروزها در همه منطقه‌های کشور انشاءات‌های ورزشی به استفاده داده شدند که جوانان به ورزش مشغول می‌شوند. این همه غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گواه آن است که جوانان در روحیه سالم به کمال رسیده از همه گونه خوف و خطر امین و به سالمگردانی بدن مشغول شوند. با پیروی از سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با شعار توانایی، زیبایی و دانایی از ورزش است ما می‌توانیم جامعه را سالم سازیم. برای ما باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در نوحه جبار رسولوف بخشیده به جشن بزرگی دولتی جمهوری تاجیکستان، یعنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده برگزاری مسابقه‌های ورزشی برای دریافت جام رئیس ولایت تشکیل و برگزار کرده شده است و امروز در نوحه جبار رسولوف مسابقه ورزشی وارد به نام کیک بوکسینگ واکو شده گذشت که در سطح بلند تشکیل و برگزار کرده شد و اینچنین در نوحه جبار رسولوف 4 نمود دیگر به نقشه گرفته است. گوشین ملی، گوشین کورش، بعد فوتبال بین بانوان و بسکتبال بین بانوان به نقشه گرفته شده است و باوری کامل داریم که تمام ورزشکاران در یک روحیه بلند وطن دوستی در مسابقه‌های مذکور اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا می‌بردارند. مسابقه ولایتی اوید با کیک بوکسینگ در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته غالبان و جایزه‌داران با جام، مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی رئیس ولایت سوخت قدردانی کرده شدند.